نمیدونم کوهنوردها چه غمی رو تو زندگیشون تجربه کردن یا چه بار سنگینی بر دوش دارن که تن به این همه سختی میدن تا بالای قله برن. اونا تو دل تاریکی شب روی تختی از جنس خاک، پتوی از جنس ستاره های آسمان میخوابن. اونا روی لبه های تیز سنگ ها قدم میذارن، شیب های سنگینی رو بالا میرن، از دره هایی بالا میرن که هر لحظه ممکنه مثل این سنگ پرتشن آیین دره. نه، اصلا شاید اونا بالای کوهستان دارن به ملاقات چیزی میرن. شاید اونا بهشت خدا رو دیدن. شاید اونا به یک بعد دیگه از زندگی رسیدن و معنای زندگی رو در بالای کوهستان فهمیدن. آره، اونا خدا رو اون بالا دیدن. خدای بزرگ، همون آرام بخش روح و روان، همون انگیزه زندگی ما و عشق ابدی. آری، ما به کوهستان میریم تا از او به خاطر زیبایی ها و بهشتی که برای ما خلق کرد